روز و روزگارتون به خیر شادی باشد. تماشابینان عزیز، گزارش‌های مستقیم ما از بازی دوره پنجم لیگ اولی ادامه دارد و این لحظه ما با شما از ورزشگاه کلوب ارینا گزارش مستقیم بازی دستای روشن و حاصلات را به شما پیشنهاد میکنیم. البته دستای روشن حالا اکنون اولین بازی خانگی خود را در میدان خود در حضور مخلصان خود که آنها تشنه بازی دستای روشن در میدان خانگی گشتند، البته پس از 4 دوره که دسته بازی خود را در کلوب برگزار نمیکرد و اکنون کلوب ارینا برای میزبانی قبول بازی ها آماده است. امیدواریم که مخلصان زیاد نیز در ورزشگاه هستند برای دستگیری دستای روشن. البته روشن در بازی آخر بسیار نتیجه خوب نشان داده است، مخصوصا دسته شهر کلوب، گرچه که در آغاز موسم آنها یک مساوی و یک باخت داشتند، اما در دو بازی اخیر توانستند که 2 غلبه پای هم به دست آورند و اکنون امروز با دسته حاصلات بازی میکنند. حاصلات که موسم را بسیار بعد آغاز کرد. تماشابین عزیز، دست پروران امین سوپانی در دور اول از کلوب مرکزی ورزشی ارتش در بازی افتتاحی موسم امسال شکست خوردن، بعداً باخت از برقچی با حساب 0-3 توجیه برای دسته حاصلات بسیار هم بد بود، اما مساوی با استقلال و مساوی با وخش با دو دسته که حالا در جدول مسابقه از دسته پیشگام محسوب میشوند و دست پروران امین سوپانی توانستند که از همین دسته قوی یک امتیازی بگیرند و البته اونجا گل ها را از سایت دسته حاصلات اسلام زویروف بازیگری که به ثمر رسانید بسیار هم گل‌های زیبا بودند، هم در بازی با استقلال با اصول قیچی گل زد، در بازی با دسته وخش باشد بیرون از جریمه‌گاه با ضربه قوی خود توپ را تسلیم دروازه وخش کرد و حالا توجه به همین بازیگر می‌بینیم که زیاد شده است. گل‌های او را در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، وصف و ستایش این بازیگر را می‌بینیم که قبلا و البته در هیئت دسته منتخب المپی تاجیکستان بازی میکرد. حالا همه چیز برای آغاز بازی آماده است. میبینیم که بهری به میدان برآمدند، بازیگران دسته روشن و حاصلات نیز آمادند و به میدان میبرآیند و اکنون ما شما را دربی منطقه کلوب میان دسته روشن و حاصلات در ادامه انتظار است که همیشه بازی ها میان این دو دسته جالب، دیدنی، تماشاباب، سر هجوم سر گل بود و امروز نیز ما شما چنین بازی را از اجرای دسته روشن و حاصلات انتظار هستیم. بیاید سرود ملی جمهوری تاجیکستان را گوش میاندازیم و بعدا باز گزارش مستقیم خش را از ورزشگاه کلوب ارینا از بازی روشن و حاصلات ادامه میدیم. تماشابینان عزیز، گزارش مستقیم خش رو از بازی دور پنجم چمپیونات تاجیکستان آید به فوتبال میان دستای لیگ اولی از بازی روشن و حاصلات ادامه میدیم. اینجا ورزشگاه کلوب ارینا است که این بازی را میزبانی میکند و اولین بازی است که در ورزشگاه کلوب ارینا یا خود ورزشگاه مرکزی شهر کلوب این موسم اولین بازی برگزار کرده می شود. ورزشگاه کاملا برای قبول بازی اکنون آماده است و دسته روشن اولین بازی خانگی خود را امروز در حضور مخلصان خویش مقابل دسته حاصلات نوحه فرخار
برگزار میکند. گفتم که همیشه بازی ها من دستای روشن و حوصلات جالب و دیدنی است. موسم گذشته نیز دو بازی که دستا داشتند، آنجا در بازی اول در میدان خانگی روشن ماهی ایون نتیجه مساوی بدون گل 0-0 به قید گرفته شد و بعدا در بازی دیگر در ناحیه فرخار ماه اکتبر سال 2024 روشن با حساب 1-0 توانسته بود که حوصلات را شکست بدهد. و در عموم امروز دستا بار 11 است که در لیگ اولی با هم دیگر بازی میکنند. قبلا 10 بازی میان این دو دسته در چمپیونات تاجیکستان به قید گرفته شده است که اونجا 4 غلبه به فایده روشن، 4 نتیجه مساوی و 2 غلبه به فایده حوصلات است. و امروز میبینیم که نتیجه چگونه خواهد بود. ولایت دسته روشن روی اکران‌های ما و شما پیدا میشد که در ادامه البته بیشتر ما در مورد هیئت روشن و هیئت حوصلات به شما خواهیم گفت. و سرمربی دسته حوصلات امین سوپانی که موسم گذشته در آغاز موسم سرمربی دسته روشن بود، البته با بعضی از بازیگران دسته روشن آشنا است، با این محیط با این ورزشگاه آشنا است. حالا و اکنون سرمربی دسته حوصلات است و می‌بینیم که پس از 2 نتیجه بده که امین سوپانی داشت، البته کار برای نیز دشوارتر گردید و در نزد او هدف و مقصد نیز گذاشته شد که در بازی با استقلال و در بازی با بخش باید دسته امتیاز از دست ندهد و امین سوپانی توانست که با این دسته قوی نتیجه مساوی را نیز به قید گیرد. و اکنون می‌بینیم که امروز مقابل روشن چگونه حوصلات بازی خواهد کرد و 9-3 از بازی قبلی که روشن و حوصلات داشتند، آنها امروز مقابل همدیگر یک بازی را نشان خواهند داد که شاید برابر به یک بازی فینالی باشد، چون که همیشه در دربی منطقه کلوب، در کلاسیکوی فوتبال خطلان، روشن و حوصلات همیشه رقیب آشتیناپذیر بودند و همیشه بازی جالب دیدنی را منظور ما و شما میکردند. همه چیز برای آغاز بازی آماده است و متوجه میشیم به سرمربی دسته روشن دیمیتری چریشف که پس از 1 مساوی 1 باخت 2 غلبه پای هم دست پرورانش به دست آوردند و حالا بازی دسته روشن توجیه بسیار هم خوب گردیده است. از لحاظ تاکتیکی آنها بسیار هم خوب بازی میکنند که ما این بازی ها را مقابل دستای خوجند و ریگرتدز دیدیم از اجرای دسته روشن. و این هم امین سوپانی سرمربی دسته حوصلات است که سال گذشته در آغاز موسم سرمربی روشن بود و میبینیم که اکنون امروز دست پروران مقابل روشن چگونه بازی خواهند کرد. حوصلات نیز در 2 بازی قبلی بازی بسیار هم زیبا نشان داد، گرچه که آنها در 2 بازی از این پیش شکست خورده بودند. همه چیز برای آغاز بازی آماده است. بازیگران دسته حوصلات از مرکزی میدان بازی را شروع میکنند. ما شما باشد زود به هیئت دسته متوجه میشیم و آغاز میکنیم از هیئت دسته میزبان دسته روشن شهر کولوب. در دروازه بازی میکند رقم 55 یوگنی گریتسنکو، در خط دفاع هستند رقم 26 اندری مارکوویچ، رقم 23 علی جان کرامت‌الله زاده، رقم 74 سوربان غیاسوف، رقم 14 بختاور خورشید. در خط نیم حافظه هستند رقم 8 عبدالرحمن نازیموف، رقم 9 عزیزبک ایتوف، رقم 7 امیر جان سفاروف، رقم 11 شادی مرادوف، رقم 21 شیردین بابوف، یگانه حملگر رقم 25 آیانواله اولاولووا. سرمربی دسته روشن متخصص روس دیمیتری چریشف است. هیئت دسته حوصلات نوع فرخار چنین است. در دروازه رقم 1 دلیر عزیزوف، در خط دفاع هستند رقم 21 فردوس چخالوف، رقم 14 باشد اویبگ عبدالغفاروف، رقم 23 ساموئل اوفوری، 24 بورتی اکوی. در خط نیم حافظه هستند اینجا رقم 28 بیلی اوباما ارسن، رقم 8 باشد فریدون شریفوف، رقم 7 اسلام زویروف، 10 کپاوا یاپیو. در خط حمله رقم 99 شوکت هوتام و رقم 17 جوزف اکومادی. سرمربی دسته حوصلات متخصص ایرانی امین سوپانی است. داور اساسی بازی امروزه نوروز واحدوف از ناحیه بخش است. در کنارها با کمک میکنند از شهری نو غیرت روزیبویوف و خالمراد عبدالسلاموف. داور چهارم نصرالله کبیروف از شهری نورک است. امروز در بازی دسته و سیستم بر کار نمیکند. شورای شما باشد، من فریدون سفرزاده هستم. کوشش‌های بازیگران دسته روشن فشار میارند آنها به جانب دسته حوصلات. مخلصان نیز بیشتر میبینیم که به ورزشگاه تشریف آورده هستند برای تماشای بازی میان دسته روشن و حوصلات. و من در دور پنجم تماشاگران عزیز ما و شما را یک قطار دربی ها انتظار بودند که الکی یک قطاری از آنها برگزار شدند و بازی با
بازی اولی که در دور پنجم صورت گرفت این بازی دستای بخش پنشر و بخش هولبوک بود. بخش با حساب 2-1 هولبوک را شکست داد. بخش با حساب 2-0 بر پنشر ظفر یافت که بازی میان دستای بخش و پنشر این دربی منطقه بختر بود. در دربی دوشنبه باشد استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش به هم آمدند که استقلال با حساب 2-1 توانست که ارتشی ها را شکست بدهد و امروز باشد باز ما و شما را دربی خوجند انتظار است که در همین وقت و ساعت اسخط و خوجند با هم دیگر بازی کرده استند در شهر خوجند و همچنین دربی منطقه کلوب میان دستای روشن و حوصلات. عموما بازی دور پنجم بسیار هم جالب و دیدنی هستند و همین طور هم پس سر شده ایستاده اند. ساموئل آفوری که قبلا بازیگر دسته روشن بود، داومی چند موسم شرف دسته روشن را حمایت میکرد و حالا او اکنون بازیگر دسته حوصلات است. باید متوجه بشیم به همین فرصتی که اولو برای دسته روشن شهر کلوب به میان آمده است. اولین ضربه کنجی شیرانی کلوب است. از کنار راستی میدان از ضربه کنجی توپ به بازی درآورده می شود. بر توپ به داخل جریمه گاه فرصت برای بازیگران دسته روشن هست. شیرالدین بوبویف که قبلا سال گذشته در هیئت دسته حوصلات بود، حالا به هیئت دسته روشن همراه شد و این بازیگر حالا با 4 گل در خطر بهترین نشانزن‌های لیگ اولی است که آنجا البته دیمیترو بیلونوگ از بخش 4 گل دارد، عزیزبک دلیف نیز از بخش 4 گل دارد و همچنین شیرالدین بوبویف، بازیگرانی که 4 گل در حساب دارند. و عموما اگر ما به هیئت روشن و حوصلات هر موسم متوجه شیم تماشاگران عزیز آنجا هستند که بازیگران حوصلات به روشن میروند، بازیگران روشن به حوصلات میروند و همین گونه بازی که این دسته برگزار میکنند از لحاظی که بازیگران به این دسته میروند و به این دسته میآیند همیشه پرینسیپ نوک و رقابت پذیر و این دسته آشتی پذیر نیست هستند. و ما می‌بینیم که از نوع فرخور نیز مخلصان امروز در ورزشگاه کلوب آرینا هستند، دستشون رو دستگیری کرده هستند و عموما روشن و حوصلات از زمره دسته هستند که تماشاگران عزیز مخلصان زیاد دارند. حالا یکی از بازیگران دسته روشن نچندان خوب خود را احساس کرده است این علی جان کرامت الله زاده است که همین موسم بسیار خوب در هیئت روشن بازی کرده است. یوری تیبی به بازیگر مسکول را رسانیده می شود. و انبوهی زیادی مخلصان دسته روشن را می‌بینیم که چگونه دسته‌شان را دستگیری کرده است. حتی آنها با خود همان لوحه‌ها و بندرهایی که آنجا خوش آمدید دیمیتری چریشف نوشته شده است، چون که این متخصص اکنون اولین بازی را در میدان خانگی دسته روشن گذرانیده است و می‌بینیم که نتیجه چگونه خواهد بود. عموما اگر ما به بازی دور اول و دوم و سوم نظر افکنیم اونجا اکثر بازی‌ها تماشاگران عزیز در شهر دوشنبه برگزار میشدند، چون که میدان‌های خانگی باشگاه‌ها برای قبول بازی‌ها آماده نبودند و اگر ما به همان بازی‌ها نظر افکنیم با اون دسته که اولین شده بازی خود را در میدان خانگی برگزار کردند و چگونه نتیجه را نشان دادند. اولین بازی که از دوشنبه بیرون برگزار شد در دوره سوم میان دسته سرافشان و اسخط بود که در ورزشگاه مرکزی شهر سرافشان صورت گرفت و با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافت. بعداً در دور چهارم فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته حوصلات. شوکت یوتم ضربه میزند، یوگنی گریتسنکو توپ را داشته گرفت. اولین فرصت خوب برای دسته حوصلات بود. ببینید که چگونه فرصت پیدا شد، چگونه ضربه زد و اگر فکر میکنم اونجا از سوربان غیاسوف میگذشت و ضربه میزد فرصت خوبتر بود برای بازیگر دسته حوصلات. بعداً در دور چهارم یک بار دو بازی دیگر، سه بازی دیگر تماشاگران عزیز بیرون از شهر دوشنبه صورت گرفتند. دسته‌های حوصلات و بخش در تالکو آرینا بازی کردند که با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافت. دسته رگرتدز روشن در تالکو آرینا بازی کردند که دسته رگرتدز اولین بازی خانگی را آنجا از روشن باخت و همچنین خوجند و استروشن نیز در ورزشگاه اسپارتاک بازی کردند در شهر خوجند که آنجا بازی به فایده دسته خوجند بود. اکنون در دور پنجم ببینید که تماشاگران عزیز باز هم یک قطار بازی دیگر بیرون از شهر دوشنبه حال صورت گرفته استودند، مخصوصا برخشی اولین بازی خود را در میدان خانگی پس از آنی که ورزشگاه این دسته داومی نیم سال اخیر تعمیر میشد بازی کرد و ورزشگاهش بسیار خوب بود و توانست که با حساب 2-1 هولبوک را شکست بدهد.
و همچنین حالا اسخط و خوجان باز در میدان خانگی اسخط بازی کرده هستند که این دسته نیز در ورزشگاه اسپارتاک بازی خود را دایر کرده است و آنجا نیز بازی تا هنوز حساب شده نشده است. و همچنین روشن اوسیلوت روشن نیز اولین بازی خود را در میدان خانگی برگزار کرده است. پایده بازی بران کرده میشود مقابل بازیگر دسته روشن. دوباره صدای شکش را بلند کرد. پایده بازی مقابل بختاور خورشید ویران شده است از جانب فردوس چخالف. تعداد مخلصان باز به ورزشگاه آماده ایستادند. در دو بازی آخر دسته روشن شریدین بوبایف دوبل میکند و از همه بازیگر سرمسئول در دسته روشن حالا شریدین بوبایف با همراهی آینوال اولاولو هستند که این بازیگر نیز در دو بازی دسته روشن مشرف به زدن گل شده است. کارت زرد نشان داده می شود به فردوس چخالف. اولین کارت زرد در بازی امروزه بود. ببینید که چگونه اینجا رسیش عمیق فردوس چخالف به پای بختاور خورشید بود و حتی نزدیک بود که بازیگران دسته ها به هم دیگر نسبت به همین قاعده وارانکنی نوفهمی نیز داشته باشند. تو با بازی در ورده میشود. خوب است بختاور خورشید حالا با تو بس بازیگری جبر دیده امیرجان سفاروف. دستگیری مخلصان بیشتر می شود. امروز در کلوبارین جشن فوتبال است. همیشه مخلصان دسته روشن، همیشه مخلصان دسته اوسیلوت در بازی که در همین ورزشگاه خود در ناحیه فرخار برگزار می شود انبوه زیادی آنها به ورزشگاه میان و دسته دوست داشته خود را با هر گونه صدای سرنای نای و با دستگیری های خود دستهشان رو دستگیری میکنه. ما میبینیم که در یک سکتوری معین مخلصان دسته اوسیلوت دستهشان رو دستگیری کرده است. پس از آرام شدن آنها باز مخلصان دسته روشن تیم خود رو دستگیری میکنند و ببینید که حتی رقابت میان مخلصان نیز هست. و امروز میبینیم که اکنون که البته تعداد زیادی مخلصان روشن در ورزشگاه هستند، همچون نفری 12 به روشن کمک خواهند کرد برای بازی امروزه. آنها تا کدام اندازه به دسته خود کمک کرده میتوانند. روشن نیز این موسم در پیش خود مقصدهای بزرگ دارد. به همین خاطر آنها دیمیتری چریشف را به دست آوردند، مربی که کردون است، تجربه غنی دارد و حتی فرزند همین مربی در باشگاه‌های مقتدر به مانند ریال مادرید و والنسیا و دیگر باشگاه کشور اسپانیا بازی کرده است. در تیم ملی روسیه نیز یکی از بازیگران فعال در مسابقه جام جهانی سال 2018 بود که بیشتر گل میزد که اونجا مسابقه در کشور روسیه برگزار شده بود. و من میبینیم که اکنون گرچه که در آغاز برای کمی دشوار رفتید مسابقه با استروشن باخت از اسخط، اما در ادامه میبینیم که غلبه بر دسته های خوجند و غلبه بر دسته های رگرتده است. این بسیار هم نتیجه خوبی دسته روشن و بازی زیبای آنها بود. حالا حساب شده میشود از جانب بازیگران دسته روشن آینوال اولاولو بازیگری که با دعوت خود دیمیتری چریشف به روشن اومد. این موسم یکی از ترانسفرهای آخرین دسته روشن بود. ببینید که این بازیگر اکنون در حیط دسته روشن میتواند که در بازی سوم و زدن گل دست یابد. حساب 1-0 روشن در حساب پیش میبراید. در یک هجوم بسیار هم خوب میبینیم که دسته روشن با یک بازی زیبا میتواند که به دروازه دسته اوسیلوت گل زند. دلیر عزیزوف که در دو بازی قبلی دسته اوسیلوت یکی از بهترین دروازه‌بانان ها بود، اینجا نمیتواند که همین فرصت رو برطرف کند. ببینید که شریدین بوبایف چگونه سرعت بلند داشت پسی و کناری راست میدان و از میان دفاعگران دسته اوسیلوت پیدا می شود آینوال اولاولو و میتواند که از پسی کرامت الله زاده استفاده برده توپ را به دروازه دلیر عزیزوف زند. البته اونجا دروازه‌بان اوسیلوت اشاره میکند که در حالت نوبازی بوده است حمله‌گری دسته روشن، اما باید تو همین حالت رو برطرف میکرد چون که ورنس و این اعتراض رو توجه از داوران
نمیگذارد. حساب 1-0 به فایده دسته روشن می شود. در دقیقه 12 بازی آینواله اولاولو مؤلفی گل می شود. در بازی اول روشن مقابل سروشن ماز اولین گلی دسته روشن رو در موسم امسال لیگ اولی اولاولو و آینواله به ثمر رسانید. بعداً بازیگر مذکور در بازی دوم مقابل اسخط که اونجا با حساب 1-0 روشن باخت، البته عملی موثر در میدان نداشت. در بازی دور سوم مقابل دسته خوجان گل زد آینواله اولاولو و حالا باشد اکنون باز در بازی مقابل دسته اوسیلوت گل سومش رو در موسم امسال لیگ اولی به ثمر میرساند آینواله اولاولو. کوشش نوبتی بازیگران دسته روشن توسط کنار چپ میدان هجومی آنها را اندازی می‌گردد. باید متوجه بشن به همین فرصت. اینجا اشاره میکنند که توپ از میدان بیرون شده است. عزیزبک حیاتوف اینجا اندک سستی کرد برای توپ را در میدان نگاه داشتن. از توپ بازی در آورده می شود از جانب اویبک عبدالغفاروف کاپیتان دسته اوسیلوت که چند روز پیش زود روز داشت. ورزشگاه پر از مخلصان بشود. تماشاگران عزیز ببینید که چگونه مخلصان دسته روشن همچون نفر 12 امروز دسته خود را دستگیری کرده هستند و باز هم تشریف آنها به ورزشگاه بیشتر و بیشتر می‌گردد. فکر می‌کنم یکی از بازی‌های سرمخلص در موسم امسالی چمپیونات تاجیکستان ماست همین بازی دسته روشن و اوسیلوت خواهد بود. گرچه که در دربی ولایت سوخت من دسته خوجان و سروشن از مخلصان زیاد تشریف آورده بودند، اما فکر می‌کنم که با آن تعدادی که امروز در ورزشگاه کلابرین هستند چنین زیاد نبود. اسلام زاهرف قاعده بازی را ویران کرد. یوگنی گریتسنکو پورا اکنون جلوی بازی رو به دست میگیرند بازیگران دسته روشن پس از آنی که آنها توپ را به دروازه اوسیلوت زدند. اما نباید دسته اوسیلوت را نیز نادیده گرفت. ما بازی آنها را دیدیم مقابل استقلال مقابل دسته وحش که چگونه میتوانند که از مسافه‌های دور از وضعیت‌های استانداردی گل‌های زیبا را به دروازه رقیب زنند. شیردین بابایف بسیو به خط حمله به کناری راست پرتاب به داخل جریمه گل فرصت پیدا میشود برای سفرف و موفق نمیشود. دیگر باره تلاش نوبتی بازیگران دسته روشن ادامه دارد و توپ تا به امیرجان سفرف این نباید اکنون رفتن نمیرسد. ببینید که چگونه پرتاب انجام داده شد و اینجا صد راه امیرجان سفرف شد کاپیتان دسته اوسیلوت اویبک عبدالغفاروف. پاسی گلوار رو با آینواله اولاولو و عزیزبک حیاتوف انجام داده است. تماشاگران عزیز ماست پاسی شیردین بابایف در کنار راست به عزیزبک بود. پرتاب عزیزبک به سمت آینواله و او باشد توپ رو به دروازه دلیر عزیزوف زد. الکای عزیزبک حیاتوف در بازی با خوجان توانسته بود که گل زند از ضربه پنالتی و حالا باشد پاسی گلوار انجام میدهد و این بازیگر نیز نزدیک بود که این موسم شرف دسته روشن را حمایت نکند، اما بعدا دیدیم که او باز شرطنامه خود را با روشن تمدید کرد و این موسم نیز حیاتوف بازیگری که در هیئت منتخب تاجیکستان نیز بازی میکند شرف دسته روشن را حمایت خواهد کرد. موسم گذشته یکی از بازیگران کلیدی در خط حمله دسته روشن بود. این موسم نیز چنین میبینیم که به نظر میرسد چون کلکه بازیگر گل زد پس گلوار انجام داد خود را در خط حمله بسیار فاول نشان داده است و در قطار شیردین بابایف در قطار اولاولو و آینواله اون نیز از زمره بازیگران اساسی دسته روشن خواهد بود. سفرف بسیار خوب توسط کنار چپ اینجا هجومی دسته را راه اندازی میکند و باز هم به او صدگذاری میکند اینجا اویبک عبدالغفاروف.
در بازی مقابل دسته استراوشان در اولین بازی که روشن داشت مقابل این دسته در بازی اولی موسم امسال لیگ اولی امیرجان سفاروف بنا بر سبب سلب صلاحیت به دسته کمک کرده نتوانست و بعدا ما او را در بازی آینده دسته روشن در میدان دیدیم. این هم از اون سبب بود که در بازی آخر دسته روشن در موسم گذشته که آنجا مقابل دسته ریگارتاداس بود، این بازیگر بازی بدر شده بود. اگر ما دو بازی آخری دسته روشن را تحلیل و بررسی کنیم تماشاگران عزیز، واقعا هم دسته در دو بازی آخر خود مقابل دسته های ریگارتاداس و خوجان بازی بهترین خود را نشان داد. گرچه که پیش از این باخت از استراوشان باخت از اسخطه بود. در بازی با استراوشان البته دروازه‌بانی دسته یوگنی گریتسنکو کارت سرخ گرفت و جای با بازی دسته تاثیر منفی خود را رسانید که دسته نتیجه مساوی را به قید گرفت و بعدا در بازی با اسخطه این دروازه‌بان در هیئت اساسی نبود. شاید نبودن او نیز که یکی از بازیگران کلیدی دسته روشن است به نتیجه بازی تاثیر خود را گذاشت و بعدا می‌بینیم که دیمیتری چریشف بسیارتر بولوی خود و بولوی دست پرورانش کار کرد و بازی دسته خوبتر و بهتر شد و می‌بینیم که اکنون در بازی با خوجان در بازی با ریگارتاداس بسیار هم یک بازی خوب را نشان دادن بازیگران دسته روشن و غلبه نیز به دست آوردند و حالا نیز در بازی با اوسیلوت ما همین بازی زیبا را از اجرایش بازیگران دسته روشن دیده ایستادیم که حساب بالا به فایده آنها است و فعال در بازی مقابل اوسیلوت تا همین لحظه بازی کرده است. شخالوف از اوتوبرو به بازی می‌دارد. از پای می‌افتد فردوس شخالوف. صدای که دوری بازی از ناحیه بخش بلند می‌شود. اولین گل دسته اوسیلوت را در موسم امسال لیگ اولی محض همین بازیگر فردوس شخالوف به ثمر رسانید که سال گذشته این بازیگر در هیئت دسته خوجان اگر خطا نکنم بازی میکرد. وضعیت استانداردی برای بازیگران دسته اوسیلوت موقعیت میگیرد. یوگنی گریتسنکو باید متوجه بشیم که از همین فرصت چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته اوسیلوت. داور اجازه میدهد پرتاب به داخل جریمه گاه، اما خیلی هم بلند پرتاب میکند اینجا فریدون شریپوف. از دروازه توپ را به بازی می‌دارد یوگنی گریتسنکو. در بازی گذشته با ریگارتاداس پس از آنی که دیرترک از دروازه توپ را به بازی در آورد دوبار به دروازه‌بان دسته روشن کارت زرد نشان داده بود. ولی این دروازه‌بان کارت سرخ گرفت در این موسم که اولین دروازه‌بانی بود که کارت سرخ گرفت ولی باز در حساب کارت زرد هم دارد. دومی سال‌های اخیر یوگنی گریتسنکو شرفی دسته روشن را حمایت میکند. موسم گذشته حتی جایزه بهترین دروازه‌بان را در تاجیکستان نیز به دست آورده بود و سال‌های اخیر ما نرنمایی او را در هیئت دسته روشن در چمپیونات تاجیکستان در مسابقه‌های گوناگون به مانند لیگ چمپیون‌های آسیا که دسته روشن موسم گذشته آنجا بازی کرد و اولین دسته از کشور ما بود که آنجا غلبه به دست آورد. گرچه که نزدیک بودند آنها برای راه یافتن به دور پلی آف، اما تنها به آنها یک امتیاز دیگر نرسید. اما این موسم روشن در لیگ چمپیون‌های دوی آسیا اشتراک نمی‌کند. ریگارتاداس در بازی انتخابی و استقلال در بازی گروهی کشوری ما را معرفی میکنند. از موسم آینده باشد باز آنجا یک دسته که در لیگ اولی عنوان قهرمانی را به دست می‌آورد تنها در مسابقه جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا برآمد خواهد کرد. دالیر عزیزوف
در بازی با استقلال بسیار سیف عالی داشت. حالا از ضربه جریمه توپ را به بازی می‌دارد. اگر در بازی با استقلال سیفوی دلیر عزیزوف نمی بود، پس استقلال با حساب بزرگ حتی میتوانست که حاصلات رو شکست بدهد. فرصت‌هایی که برای منوچهر جلیلوف بود، خودی و اگر همه آن فرصت را استفاده میکرد از 5 گل بیشتر به دروازه حاصلات میزد، اما چنین نشد. ضربه جریمه‌ای با فایده دست روشن است. باید متوجه میشیم به همین فرصت. موقعیت میگیرد دروازه‌بان حاصلات دلیر عزیزوف. مخلصان روشن میخواهند که از همین امکانیت تیم آنها گل زند که با صدای گل همه دستگیری کرده ایستادند. عبدالرحمن نازیموف در نزد توپ است. پرتاب به داخل جریمه‌گاه بلندتر پرتاب انجام کرده می شود از جانب نازیموف و اونجا کسی از هم دستش نمیتوانند که این فرصت را استفاده کنند. هجومی دسته حاصلات توسط کنار راست میدان. شخالوف پرتابی او به داخل جریمه‌گاه، اما اینجا بساط‌گذاری که داشت بختیوری خورشید نمیگذارد که درست‌تر پس به داخل جریمه‌گاه انجام داده شود. گرفته انکاس زود از دروازه توپ را به بازی می‌دارد. کوشش نوبتی بازیگران دسته روشن فشار بیشتر می‌شود از جانب دسته حاصلات. توسط کناری راست به هجوم می‌گذارند بازیگران دسته روشن. شریدین بابایف یکی از بازیگرانی است که با بازی زیبای خود در دو دوره اخیر توجه زیادی مخلصان را به خود جلب کرده است و مخلصان نیز همه خواهش آن را دارند که شریدین بابایف به هیئت تیم ملی دعوت کرده شود، چون که ما در هیئت منتخب تاجیکستان در بازی اخیر در خط حمله مشکلات زیاد رو می‌بینیم که نمی‌توانند به زدن گل دست یابند و یکی از مشکلاتی که حالا هست این نبودن حمله‌گری با تجربه چوستو چولوک، بازیگری که باید در حمله گل زند در بازی منتخب ما دیده می‌شود. و به همین ترتیب حالا فکر می‌کنم که سرمربی تیم منتخب تاجیکستان نیز در هر یک بازی که اشتراک کرده است اکثر موارد ما رو در ورزشگاه می‌بینیم آنجا همین گونه بازی‌هایی که حمله‌گران نشان میدهند و آن بازیگران دیگری که توجه او را به خود جلب میکنند. طبق گفته‌های خود سرمربی که در چند نشست مطبوعاتی ذکر کرد، حتما او نفرانی با استعداد، نفرانی که میتوانند باوری او را قانع کنند به هیئت منتخب تاجیکستان دعوت میکند. مخلصان دسته روشن در بازی با ریگارتاداس در ترکو آرینا نیز شماره زیادی آنها برای دستگیری دستشان رفته بودند و حالا نیز میبینیم که شماره زیادی آنها در کلاب آرینا چگونه دسته خود را با نوشته جاتی روشن و پیش شیرانی کلاب دستگیری کرده ایستادند. این گروه مخلصان دسته حاصلات هستند. آنها نیز دسته خود را بسیار دوست می‌دارند و در هر بازی که حاصلات دایر می‌کند از خرد تا بزرگ برای دستگیری دسته‌شان می‌آیند. البته حاصلات نیز دسته سر مخلص است و به قول حاصلات را دسته مردمی نیز می‌گویند. یکی از بازیگران دسته روشن حالا اینجا نچندان خوب خود را احساس می‌کند پس از همین پرتابی که به داخل جریمه‌گاه بود و پس از همین برخورده که اینجا با بازیگر دسته حاصلات داشت.
ساموئل اوفوری فکر میکنم که اینجا برخورد داشت بازیگر مذکور. سوربان غیاسوف است فکر میکنم. یوگنی گریتسنکو توپ رو به بازی می‌دارد. دستایی که حالا تماشاگران عزیز در 4 یا 5 بازی که در لیگ اولی گذراندند شکست ناپذیر هستند. اینها دو دسته میباشند، یکی استقلال دیگری وخش. در 5 بازی برگزار کرده استقلال 4 غلبه 1 مساوی دارد با کسب 13 امتیاز در زین اول است. دسته وخش باشد در 5 بازی که داشت آنجا 3 غلبه 2 مساوی دارد و با 11 امتیاز در زین دوم است. پلنگانی وادی وخش نیز این موسم بسیار هم خوب از خود درک داده ایستادند. دستای کلوب مرکزی ورزشی ارتش برخچی، اسخط، روشن یک باختی دارند. هولبوکر یک گرتده از 2 باختی دارند. خوجند، استروشن، حوسیلات این دسته خوجند 3 باخت دارد، استروشن و حوسیلات باشد 2 باختی. پنشر 4 باخت دارد 1 مساوی. دستایی که تا هنوز غلبه به دست ناوردن استروشن، حوسیلات و پنچر میباشند. من دسته پنچر باشد تا هنوز به دروازه رقیبان گل نمیزند و دسته که تا هنوز نتیجه مساوی ندارد این دسته خوجند است. و گفتیم اینجا دستایی که باخت ندارند استقلال و بخش هستند، دستایی که غلبه ندارند استروشن و حوسیلات و پنچر هستند، دستایی که مساوی ندارد خوجند است. اینا هستند از آمارهای جالبی 5 دور چمپیونات تاجیکستان که حالا بعضی از بازی دور پنجم به آخر نرسیده است. نیم ساعتی بازی پسی سر می شود. بازی از لحاظ حساب به فایده دسته روشن است، از لحاظ آماری نیز دسته میزبان نسبت به دسته حوسیلات در میدان خوبتر و بهتر بازی کرده است و میبینیم که آنها در اداره کنی تو فاول هستند و از لحاظ ضربه‌ای که جانبی دروازه رقیب دارند نسبت به آنها فاولتر هستند. دوباره به خوبی بازیگران دسته روشن توسط کنار چپ بختیاری خورشید پسیو به سفرف بود اما درست‌تر هم دیگر رو در کرده نمیتوانند بختیار و امیر جان. برطرف میکنند این هجوم دسته روشن را بازیگران دسته حوسیلات. عبدالغفورов بسیار هم خوب. من اگر به هیئت ذخیروی روشن و حوسیلات نظر افکنیم اونجا بازیگران دیگر هستند که با اومدن خود به میدان میتوانند که به دستهایشان کمک کنند. حالا به همین هجوم دسته حوسیلات متوجه بشیم که توسط کنار چپ راه اندازی گردیده است. فرصت است برای بعد داخل جریمه کو اینجا برطرف میکند بختیاری خورشید دفاعگری دسته روشن و یک فرصت دیگر برای بازیگران حوسیلات و سیف اولی از جانب یوگنی گریتسنکو. بسیار یک فرصتی خوب داشت اینجا بیلی اوباما ارسن. اولین ضربه کنجی به فایده دسته حوسیلات اینجا کار کرده می شود و ببینید که چگونه اینجا با سر ضربه میزند همین بازیگر. پرتو به داخل جریمه گاه بود، اولین شده به تو میرسد در همین فرصت. غیاسوف و بعداً ضربه که با سر داشت بیلی اوباما آن را برطرف میکند یوگنی گریتسنکو. اولین ضربه کنجی دسته حوسیلات است، آن را از کنار چپ اجرا میکند اسلام زویروف. متوجه میشیم پرتاب به داخل جریمه گاه، اولین شده به تو میرسند بازیگران دسته روشن. یک فرصت دیگر پیدا میشود برای بازیگران حوسیلات و برطرف میکنند دفاعگران دسته روشن. شقال فازه اوتوب را به بازی می‌دارد.
فرصت پیدا میشود برای بازیگران دست روشن. به صورت بلند به پیش حرکت میکنند. امکانی زدن ضربه است. ضربه هم زدن میشود و گل. عزیزبک حیاتوف فکر میکنم که اینجا گل زد و شادی و نشاطی مخلصان دست روشن را حد و کنار نیست. حساب 2-0 میشود. ببینید که چگونه از همین هجومی جوابی که داشتند بازیگران دست روشن توانستند که با موفقانه اون را اجرا کنند و عزیزبک حیاتوف گل دومش را در موسم امسال لیگ اول به ثمر میرساند. در بازی امروزه در گل اول نیز پس گل آور داشت و اکنون حالا مشرف به زدن گل میشود. 2-0 روشن در حساب پیشگام میشود. حساب 2 بالا کرده شد. اکنون دسته حاصلات را لازم است که حسابی بازی را کاهش بدهد یا نتیجه را برابر کند. فکر میکنم که تا جای نتیجه این بازی برای دسته حاصلات نیز بسیار ضروری هم هست. ببینید که چگونه پس انجام داده شد. چگونه اینجا با یک ضربه خود توپ را به دروازه دلیر عزیزوف زد. عزیزبک حیاتوف بسیار صورت بلند داشت. هجوم را بسیار خوب راه اندازی کرد و اینجا نه ایبک عبدالغفورов نه دلیر عزیزوف توانستند که سطح روحی عزیزبک حیاتوف شوند و حساب شد 2-0 با فایده روشن کرده میشد. مخلصانی که امروز به کلاهبرین آمدن البته پشیمان نیستند. ببینید که چگونه یک بازی جالبی را تماشا کرده استودند و از تماشای این بازی نیز حلاوت برده استودند، مخصوصا مخلصانی دسته روشن. 2-0 روشن در حساب باز هم پیشگام تر می شود. اندری مارکویچ یکی از دفاعگران کناری فعال دسته روشن در بازی اخیر است. حالت بازی اینجا به خط گرفته می شود از جانب داوری کناری از ناحیه شهر نو. یوگنی گریتسنکو توپ را به بازی خواهد درآورد. دلیر عزیزوف توپ را داشته میگیرد. یپیبو کپاوا بسیار هم خوب هجوم دسته حاصلات بدون نتیجه است. بختیاری خورشید بسیار هم خوب اینجا توپ را به روشن برگردانید. سفاروف توپ را از دست میدهد. ایبک عبدالغفورov و پاس کوتاه به پیش میروند بازیگران دسته حاصلات بسیار هم خوب. زویروف عبدالغفورov سلام زویروف ما از همین مسافه هم گلی او را دیدیم بعد دروازه بخش. کوشش بازیگران دسته حاصلات توسط کنار چپ میدان دستگیری مخلصان بیشتر می شود. باز هم توسط کنار چپ پرتاب به داخل جریمه‌گاه اینجا انجام داده نمی شود چون که صدگذاری بود از جانب بازیگری دسته حاصلات شریدین بوبایوف و ضربه کنجی کار میکنند بازیگران دسته حاصلات و این نوبت نیز از کنار چپ توپ به بازی درآورده می شود. اسلام زویروف باز هم از ضربه کنجی توپ را به بازی می‌درآورد. دومین ضربه کنجی دسته حاصلات پرتاب انجام داده می‌شود. موسم اولی شده به تو می‌رسند بازیگران دسته روشن. عبدالغفورov درست به هم دست و پس داده نمی‌تواند.
زود به هجوم جوابی میگذارند بازیگران دسته روشن. فرصت هم هست. شریدین بوبویف به صورت بلند و پیش حرکت میکند. باید متوجه میشیم به همین هجوم دسته روشن. بوبویف میگذارد اینجا از بازیگری دسته اوسیلوت، اما از پای هفتید دوباره به چیزی اشاره نمیکند. زود به هجوم باز میگذارند بازیگران دسته اوسیلوت توسط کناری راست چخالوف. درست‌تر به هم دست پس دادن نمیتواند. بسیار یک فرصتی خوب بود برای دسته روشن، اما دیدیم که موفق نگردید در همین هجوم شریدین بوبویف. باید متوجه میشیم به همان فرصتی که برای شریدین بوبویف بود، اما یا پیو کپاوا توانست که همین حالت رو برطرف کند. دستگیری مخلصان روشن بیشتر می شود. از سایت دسته روشن بازیگر به میدان میآید. آودریولا زپاتا دفاعگر. تغییرات اجباری انجام داده می شود. حالا کارگردان به ما شما گلی زده اولاولو و آیانوالی رو نشان میدهند که چگونه است پس از بیکایتیف گل زد. حالا همین بازیگر به فکرم عوض کرده می شود. گریتسنکو بختیار خورشید. پنج دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است. حساب 2-0 به فایده دسته روشن است. ضربه جریمه به فایده دسته اوسیلوت است. در نزدیک توپ اسلام زویروف زود توپ را به یپیو کپاوا پاس میدهد. پرتوب به داخل جریمه گاه توپ را داشته میگیرد. اینجا با جایش بلند خود یوگنی گریتسنکو. فشار بیشتر شده است از جانب بازیگران دسته روشن. آماده است بهره به میدان برآمدن. اینجا آودریولا زپاتا از میدان گرفته می شود. لاولو و آیانوالی بازیگری که گل اولی دسته روشن را به ثمر رسانید. حمله‌گر از میدان گرفته می شود. به جای باشد حالا دفاعگر به میدان می برآید. زپاتا. این هم تغییرات اجباری است. لاولو و آیانوالی بازیگری که اولین گل دسته روشن رو در موسم امسال لیگ اول به ثمر رسانید.
بازیگری که امروز نیز گل زد و 3 گل حالا در هیئت دست روشن در 5 بازی انجام داده دارد. بختاور خورشید از توپ را به بازی می‌دارد. با آمدن خود رایانوالی اولولو در موقع بختیار ظریفوف که سال گذشته در خط حمله دست روشن بود حالا اکنون بازی کرده است. صورت بسیار اموری خوب دارد. توانسته است که به کلی موقع ظریفوف را در هیئت دست روشن پر کند در خط حمله. بختاور با سمازه و توپ را به بازی می‌دارد. کوشش نوبتی بازیگران دست روشن بسیار هم خوب از انجام داده می شود، اما اینجا درست‌تر هیئت نتوانست که هجوم دست روشن را ادامه بدهد. اندک خود را بعد احساس کرده است اینجا اندری مارکوویچ باز اون نیز یکی از دفاعگران کلیدی دست روشن است. هجوم دست روشن توسط کنار راست شریدین با سرعتی بسیار بلند دارد. باید متوجه بشن به همین فرصت. شریدین ضربه او و توپ را داشته میگیرد اینجا. یک ضربه دیگر و دلیر عزیزوف اینجا توپ را داشته گرفتنی بود که توپ از دستش رها یافت و بعدا در کوشش دوم بازیگران دسته روشن موفق نشدند. بسیار هم یک فرصتی خوب بود برای شریدین. دو دقیقه به قسم اولی بازی ضم کرده شد. کوشش نوبتی بازیگران دست روشن بسیار هم خوب اینجا با سرعت بلند و پیش حرکت میکند. اکنون بازیگری دست روشن شادی مرادوف پورا برتری رو به دست گرفتن بازیگران دست روشن. اما ببینیم که در قسم دوم اکنون چی به شاگردان توصیه میدهد امین سوپونی. دلیر عزیزوف توپ رو داشته گرفت. آخرین باره که دسته اوسیلو توانسته بود که روشن رو شکست بدهد این به سال 2016 ماه اکتبر راست می‌آید که با حساب 4-0 اوسیلات بر روشن ظفر یافته بود. در ادامه بازی که بودن اونجا نتیجه مساوی بود. 2-0 روشن سال 2023 اوسیلات رو شکست داد. در جام تاجیکستان مشهد روشن با حساب 5-1 اوسیلات رو مغلوب کرد. بعدا نتیجه مساوی به گل در کلوب ارینا به قید گرفته شد و بعدا آخرین بازی که بود آنجا حاصلات با حساب 0-1 از روشن مغلوب شده بود که آنجا از هیئت دسته
равшан حالا معلوم نیست که کی گل را زده است و همین طور قسم اولی بازی با حساب 2-0 به فایده دست میزبان равшан خاتمه می‌یابد. اولو عیان‌ولی و عزیزبک ایتوف گل ها را به ثمر رسانیدند. تنفس میکنیم تماشابینان عزیز و پس از چند لحظه باز به کلوبرین به قسم دومی بازی می‌نماید دست равшан و اوسیلو در دور پنجم لیگ اولی برمیگردیم. ما را همراهی کنید چون که قسم دومی باز هم جذاب‌تر خواهد بود.
خوبتر و بهتر بود، هم از لحاظ اداره کنی توپ، هم از لحاظ هجومی که اونها راه اندازی کردن، هم از لحاظ حسابی بازی و عموما دسته روشن بسیار خوب در قسم اول بازی کرد. و اکنون می‌بینیم که در نیمه دومی بازی دست پروران امین سوپانی چی بازی را به نمایش می‌گذارند و آیا می‌توانند که آنها با بازی برگردند و نتیجه را تغییر بدهند و یا دسته روشن باز هم میتواند که در قسم دوم فعالی خود را ادامه بدهد و باز هم مشرف به زدن گل به دروازه حاصل شد. البته همین ها را ما در قسم دوم میبینیم که دسته ها چگونه بازی خواهند کرد. شماره مخلصان امروز در ورزشگاه کلوبری زیاد هستند، چون که دسته روشن اولین بازی را در موسم امسال در میدان خانگی برگزار کرده. این صورت است که مخلصان دسته روشن البته تشنه تماشای بازی در ورزشگاه خانگی گردیده بودند و حالا اکنون همین فرصت فرا رسید و ببینید که آنها نوبسته از آفتابی گرمی که امروز در شهر کولوب است و تماشای بازی دسته روشن آمدند، به دستگیری دستشان آمدند و دستگیری آنها نیز امروز همچون نفری 12 میبینیم که بر روشن چگونه کمک کرده است. و به قول خود یکی از نفرانی که در روشن است، دیرکتوری دسته روشن، که روشن در حضور مخلصان خود مقابل دل خود دسته میتواند که نتیجه نظر است رو به دست آورد. که نفر 12 می آنها البته مخلصان هستند که میتوانند به دسته کمک خود را بسیار خوب رسانند. بازیگران دسته میزبان آمدند که نیمه دوم بازی را از مرکزی میدان شروع کنند و حالا اینجا می‌بینیم که تغییرات نیز در دسته اوسیلوت در آغاز قسم دوم انجام داده می شود. از میدان گرفته می شود بازیگر تحت رقم 14 اویبگ عبدالغفاروف کاپیتان دسته و به جای باشد وارد میدان می شود رودولف پاتریک. از سایت دسته روشن نیز تغییرات بود. اونجا ایانوالی اولاولووا به طور اجباری ترک میدان کرد و به جای باشد بازیگر تحت رقم 44 اودریولا زپاتا به میدان برآمده بود. هر دو دسته اکنون یک تغییراتی انجام میدهند و میبینیم که این تغییرات تا کجا به فایده کار خواهد بود. باید به حیات دسته اکنون تماشابینان عزیز در آغاز قسم دوم متوجه میشیم. از سایت دسته میزبان روشن آغاز میکنیم. در دروازه یوگنی گریتسنکو رقم 55، دیگر بازیگران 26 اندری مارکوویچ، 23 علی جان کرامت‌الله زاده، 74 ساربان غیاسوف، 14 بختیار خورشید، 8 عبدالرحمن نازیموف، 9 عزیزبک ایتوف، 7 امیر جان سفاروف، 11 شادی مرادوف، 21 شریدین بابایوف، 44 اودریولا زپاتا. سرمربی دسته دیمیتری چریشف. پرتاب به داخل جریمه فرصت برای بازیگران دسته اوسیلوت بود. اینجا امکان زدن ضربه برای آنها پیدا نمیشد. هیئت دسته اوسیلوت چنین است. در دروازه رقم 1 دلیر عزیزوف، دیگر بازیگران 21 فردوس چقالوف، 23 ساموئل اوفوری، 24 بورتی اکوی، 28 بیلی اوباما ارسن، 8 فریدون شریپوف، 7 اسلام زویروف، 10 یاپیو کاپا و 99 شوکتی هوتام، 17 جوزف اکومادی و 70 رودولف پاتریک دنچر. سرمربی دسته امین سوپانی. کوشش های بازیگران دسته اوسیلوت. باید متوجه میشیم که اونو اکنون توجه رو به خط حمله میکنند. بازیگران دسته نوع فرخور. توپ خوب اندری مارکوویچ، سفاروف، بختیار خورشید زود به هجوم گذاشتنیان بازیگران دسته روشن. اما میبینیم که اینجا فشار از جانب بازیگران دسته اوسیلوت هنوزم هست. قاعده بازی اینجا بیرون کرده شد. قاعده بازی رو بیرون میکنه. در همین فرصت بورتی اکوی در مبارزه برای دریافت توپ مقابل بختیار خورشید. ببینید که چگونه با پای غیجکی داشت قاعده بازی رو بیرون کرد لیگانر دسته اوسیلوت. دست کنار چپ کوشش نوبتی بازیگران دسته روشن اینجا موفق نمی شود. بختیار خورشید تشریف مخلصان هنوزم به ورزشگاه کلوبری ادامه دارد و گفتم که مخلصانی که امروز به تماشای بازی دسته روشن و اوسیلوت به ورزشگاه کلوبری آمدند شاید تا همین دوره مسابقه از سر مخلصترین بازی باشد.
بعدا در بازی که دستای خوجند و سرافشان داشتن در دربی ولایتی سوخت آنجا نیز مخلصان زیاد بودند، اما فکر میکنم با اون چیزی که امروز مخلصان در کلابرین هستند به این حد نبود، آنجا شماره کمتر بودند مخلصان. کوشش نوبتی بازیگران دسته روشن بدون نتیجه است. زود به هجوم میگذارند بازیگران دسته اوسیلوت. فشار ادامه دارد از جانب بازیگران دسته روشن. بسیار هم خوب و پاسهای کوتاه به پیش میروند بازیگران دسته اوسیلوت. توسط کنار چپ هجوم دسته رو اندازی کرده می شود. اکومادی ضربه اینجا زده می شود از جانب شریپوف، اما آن را برطرف میکنند بازیگران دسته روشن. دو گل زیبایی که اسلام زویروف به ثمر رسانید در همین چهره تماشابینان عزیز در بازی میان دستای استقلال و در بازی میان دستای اوسیلوت و وخش، مس جوزف اکومادی به او پسی گل‌آور انجام داد. در گل اول که بسیار هم زیبا بود به مانند کریستیانو رونالدو که اونجا به دروازه یوونتوس گل زده بود، یا خود به مانند الخاندرو گارناچو که به مقابل اورتون با وسیله قیچی گل زده بود، به همین ترتیب گل زد اسلام زویروف. آنجا جوزف اکومادی پسی گل‌آور با انجام داده بود و بعدا در بازی مقابل وخش نیز مس از پسی انجام داده جوزف اکومادی باز هم اسلام زویروف یک گل دیگری زیبا رو به ثمر رسانید که آنجا نیز گل همین بازیگر رو به گل کریستیانو رونالدو مخلصان در شبکه‌های اجتماعی شباهت دادند و البته تماشابینان زیاد رو این نیز گرفتند. همین گل‌هایی که اسلام زویروف زد و آنها در شبکه‌های اجتماعی جای داده شدند و با احتمال زیاد بهترین بازیگر در لیگ اولی در ماه اپریل اسلام زویروف نیز باید دانسته شود. در ماه مارت منوچهر جلیلوف بود و همچنین بهترین سرمربی ماه سرمربی دسته هولبوک بود و میبینیم که اکنون در ماه اپریل بهترین بازیگر و بهترین مربی کی در لیگ اولی خواهد بود. کوشش نوبتی بازیگران دسته اوسیلوت، آنها کوشش کرده استران که اکنون در نیمه دوم بازی به بازی برگردند و این حساب را توجه دیگرگون کنند و میبینیم که تو کجا موفق میشوند. ساموئل اوفوری در بازی مقابل استقلال یکی از دفاعگران فعال در نیمه دوم در دسته اوسیلوت بود. کاپاوا، شریپوف، حالت این بازی اینجا به قید گرفته شد. کوشش نوبتی بازیگران دسته روشن، پس به کنار چپ میدان با سرعت بلند اکنون هجوم دسته رو اندازی کرده می شود. توپ در میدان است و اینجا اکنون اجازه نمیدهند بازیگران اوسیلوت که توپ به داخل جریمه پرتاب کرده شود. یاپیو کاپاوا، کوشش بازیگران دسته اوسیلوت، فشار باشد بیشتر می شود از جانب دسته روشن. پایده بازی ویران نگردیده است و به چیزی اشاره نمیکند. توپ در اختیار بازیگران دسته روشن است. بسیار هم خوب بازی میکند اینجا بازیگر دسته روشن. اسلام زویروف توپ را میگیرد در نزد پای بختاور خورشید. کوشش نوبتی بازیگران دسته اوسیلوت، اشتباه میکنند اینجا یاپیو کاپاوا. هجوم دسته روشن بسیار هم خوب، اینجا درست‌تر توپ از جانب سفروف به بوبوی پاس داده نمیشود. دیگر بار شریدین بوبوی توپ از فرصت از ضربه هم زده میشود و بلندتر چگونه امکانیت بود برای شریدین بوبوی تا گل پنجم خود را به ثمر رساند در بازی دور پنجم لیگ اولی، اما چنین نشد. ضربه زده شریدین بلندتر اینجا میدان را ترک کرد. ببینید که چگونه اینجا هیتوف توپ را به شریدین پاس میدهد گرفته، اما الکه این در بازی امروز اولین فرصت نیست که شریدین بوبویف آن را به گل تبدیل داده نمیتواند. حتی میتوانست که اونجا به سفروف نیز پاس بدهد. حالا خود پدر شریدین بوبویف که حالا دیرکتوری ورزشی دسته روشن است، زویر بوبویف، سابق بازیگر تیم ملی تاجیکستان، بازی را در ورزشگاه از نزدیک تماشا کرده است که از همین فرصتی که
شریدین بابای فرصت را استفاده برده نتوانست. دوربین‌های شبکه‌های ما نیز زود او را پیدا کردند، پدر این بازیگر را و به ما و شما نشان دادند. بار دیگر به ما و شما کارگردان همین حالت را نشان میدن که عزیز بیکایتوف چگونه توپ را در نزد پای سابق همدسته خود ساموئل آفوری گرفت و بعدا فرصتی که برای شریدین بابایف بود ضربه زد بلندتر، ضربه او میدان را ترک کرد و خود شریدین نیز موسم گذشته در ایت دسته حاصلات بود، یکی از بازیگران کلیدی بود. این موسم باشد او توجه روشن را جلب کرد و این دسته او را به هیئت خود همراه نمود. حالا در نیمکت‌های ذخیروی دسته روشن بازیگران دیگر هستند که به میدان البته با بار آمدن خود میتوانند که به دسته کمک کنند. یکی از این بازیگران گلوانی الکسی است. این بازیگر نیز یکی از بازیگران خوبی دسته روشن است. کامران تورسونوف که البته ما رو کمتر در ایت دسته روشن دیده ایستادیم که این موسم نیز این بازیگر با صفی روشن همراه شد در روزهای آخری ترانسفری فوتبال بازان و همچنین دو بازیگر دیگری که در روزهای آخری روزنه گزارشی روشن باید خود جلب کرد. اینها برادران حسین و حسن علی بویزاده میباشند که این بازیگران نیز اکثر موارد در ایت ذخیروی به میدان میبرند. اینها جوان هستند و البته در بازی‌ها در ایت دسته روشن باز هم تجربه خود را غنی میکنند و شاید ما باز آنها را در بازی‌های آینده بیشتر در میدان ببینیم. پرتاب به داخل جریمه گاه فرصت برای بازیگران دسته حاصلات و اینجا چگونه دفاعگری دسته روشن همین فرصت رو برطرف میکند. ضربه دوم کنجی به فایده حاصلات باید متوجه میشه مکنون به همین ضربه کنجی. اگر سالبان قیاس اینجا اندکی دیگر اشتباه میکرد پس نزدیک بود که مؤلف خود گل شود. ضربه کنجی نباتی به فایده دسته حاصلات. این بعد از کناری چپ پرتاب به داخل جریمه گاه فرصت هست و اینجا بسیار یک جایشی بلند بود از اجرایشی رودولف پاتریک، اما بلندتر ضربه با سر اجرا کرده او میدان را ترک میکند. یوگنی گریتسنکو از دروازه توپ را به بازی می‌درآورد. کوشش نوبتی بازیگران دسته حاصلات. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته نوحه فرخار، اما می‌بینیم که اینجا موفق نمی‌شوند. ساموئل آفوری بسیار هم خوب اینجا می‌گذارد از سابق هم دسته خود از سفاروف. اسلام زایروف توسط کناری راست کوشش بازیگران دسته حاصلات پرتاب به داخل جریمه گاه فرصت پیدا می شود و اینجا به توپ رسیدن نمی‌تواند. این نوبت رودولف پاتریک باز هم ضربه کنجی به فایده دسته حاصلات.
در دربی شهر خوجند باشد اونجا حساب 1-0 به فایده خوجند است. در همین لحظه کرد و هر دو بازی برابر جریان دارد. و گفتم که در همین دور پنجم دربی ها زیاد بودند. دربی دوشنبه، دربی منطقه کلوب، دربی شهر خوجند، دربی منطقه بختر. دو دربی علاقه گذشت، یکی به فایده وخش، دیگری به فایده استقلال. دو دربی دیگر باشد حالا در یک وقت و ساعت جریان دارد که یکی به فایده روشن و دیگری به فایده خوجند است. فایده بازی بیرون کرده می شود اینجا مقابل امیرجان سفروف. ضربه جریمه‌ای به فایده روشن. داور اینجا صدای شکش را بلند میکند که زود تو به بازی در آورده شود. پس به قفا سورام خوب اینجا بازی میکند زپاتا. توپ در دستی دلیر عزیزوف است اکنون. یا پیو کپاوا، شریپوف، اوفوری. پس به خط حمله به سمت جوزف اکومادی. اکومادی تلاش‌های بهری به دست آوردن توپ. سورام خوب فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته اوسیلات و می‌بینیم که چگونه اینجا از فشار دسته رقیب رها یافته استودند بازیگران دسته روشن. زود به هجوم می‌گذارند توسط کنار شب بازیگران دسته روشن. فرصت هم پیدا می شود. دلیر عزیز از موقع خویش بیرون می شود و توپ رو داشته میگیرد. اندکی دیگر سرعت خود رو بلندتر میکرد اینجا سفروف. پس شاید میتوانست که موفق بشود. دیگر بار توپ در اختیار بازیگران دسته روشن است. توسط کنار چپ هجوم دسته روشن باید متوجه بشیم فرصت پیدا بشود برای آنها و دلیر عزیزوف باز هم توپ رو داشته میگیرد. باز هم فرصت برای امیرجان سفروف بود. اندکی در هجوم اخیر ما میبینیم که بازیگران دسته روشن همدیگر را درست درک نکرده استودند یا خود به قبلی که بدنفسی کرده استودند و به یکدیگر توپ رو پس نمیدین. در فرصتی که شیردین بوبویف داشت همین گونه حالت بود که اگر به امیرجان سفروف پس میداد اونجا امکانی قلعه گلزنی برای این بازیگر پیدا میشد، چنین نشد و حالا فرصتی که دیگری که بود اینجا سفروف میتوانست که به هی توپ پس دهد. فشار میآورند بازیگران دسته اوسیلات. ضربه زده می شود و یوگنی گریسینکو توپ رو داشته میگیرد. امروز نیز ما از اجرای اسلام زایروف یگان گل زیبا رو میدیده باشیم. در دو بازی قبلی گل های زیبا رو دیدیم و امروز نیز انتظار هستیم که همین بازیگر چنین گل زیبایی رو به دروازه روشن زند یا نه. تغییرات در هیئت دسته حاصلات انجام داده می شود. بازیگر تحت رقم 99 شوکت هوتام از میدان گرفته می شود که زمان در هیئت دسته فایسکند ناحیه وسه بود، بعداً به خارج رفت. باز در هیئت کدام دسته دیگری محلی بازی کرد. حالا شرف دسته اوسیلات را حمایت کرده. این است که از بازیگران خوب و فعال هم هست که ما هنرنمای خوبی او را همان وقتی که فایسکند در مشکلی بود در خاطر داریم که چگونه بیشتر گل میزد و چگونه در بازی ها به فایسکند کمک خود را میرسانید. به جای اکنون آماده است بهری به میدان برآمدن عزیزبک سلطانوف در خط حمله تغییرات انجام داده می شود و میبینیم که با آمدن خود عزیزبک سلطانوف در هیئت دسته اوسیلات تا کدام اندازه میتواند به دسته خود کمک کند. کوشش نوبتی بازیگران دسته روشن. شیردین امکانی زدن ضربه هست و اینجا صدگذاری بود از جانب ساموئل اوفوری. عزیزبک سلطانوف نیز از زمره بازیگران فعال در خط حمله است. ما نیز کارنامه خوبی او را در هیئت دسته کوکتوش در خاطر داریم که این بازیگر نیز در همان وضعیت دشواری که کوکتوش داشت چگونه میتوانست که به دسته خود کمک کند و همان موسم تو عزیزبک
سلطانوف یک چند موسم پیش با همراهی تویر مومینوف که اونجا سرمربی کوکتاش بود، اونا بسیار هم خوب بازی کرده، حتی به فینال جام تاجیکستان نیز برآمده، اونجا از استقلال شکست خورده بودند. 2 یا 3 سال پیش بود اگر خطا نکنم. یوگنی گریتسنکو توپ را داشته میگیرد. یکی از بازیگران دسته حاصلات بیرون از میدان با او یوریتی برسانیده شده است. فکر میکنم که این بازیگر شوکتی هاتم است، بازیگری که عوض کرده شد. بسیار هم خوب بازی میکند. اینجا یک پیبو کپاوا از هیتوف گذشت. در بازی امروزه شاید نزدیک 10,000 نفر مخلص در ورزشگاه بازی را تماشا کرده ایستاده باشند. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته حاصلات. فشار ادامه دارد و اینجا برطرف می کند هیتوف. آفوری توپ را باز به حاصلات برمیگرداند. کوشش نوبتی بازیگران دسته حاصلات بدون نتیجه است. بسیار هم خوب بازی میکنند اینجا اندری مارکوویچ، قیاسوف. مشکل شده است برای بازی کردن مقابل بیلی اوباما. عزیزوف، ساموئل اوفوری، و اکنون ببینید که اینجا بازیگران دسته حاصلات پس از کوشش و تلاشی که داشتند بالاخره توانستند که توپ را به دروازه روشن زنند. اکنون خرسندی میکنند مخلصان دسته حاصلات از همین گلی که بود در دقیقه 68 بازی و توپ را داشته نتوانست یوگنی گریتسنکو. جو بازیگران روشن خود مؤلف خود گل میشوند به دروازه خود و بازیگر که از حیث ذخیروی به میدان برآمده بود به جای ایانبالی اولاولو و اودریولا زپاتا مؤلف خود گل میشود. باید متوجه میشیم که چگونه اینجا هجوم دسته حاصلات بود. ضربه زده شد و اینجا خواست که همین فرصت رو برطرف کند اودریولا زپاتا، اما توپ رو به دروازه تیم خود زد. اگر اون نمیکرد پس این کار رو عزیزبک سلطانوف میکرد. و همین ترتیب حساب 2-1 می شود و اکنون در ادامه پس از همین گلی که شد بازیگران دسته حاصلات بازم فاول تر می شوند.
تو جای نبودن ایانوال اولاولووا اندکی در خط حمله دسته روشن به نظر میرسد. این بازیگر میتوانست که از هر وضعیت استفاده کند. ولی ما از این بازی پیش نیز دیدیم که او در دو بازی توانسته بود که به دروازه رقیبان گل زند. عزیزبek سلطانوف اینجا با عبدالرحمن نازیموف اند که همدیگر را درست درک نمیکنند. یوگنی گریتسینکو توپ را به بازی می‌دارد. دستگیری مخلصان باز هم بیشتر می شود. باز هم در ادامه در 20 دقیقه باقی مانده ما شما یک بازی سرهجوم و جالب را از اجرای دسته روشن و اوسیلو تماشا خواهیم کرد. ساموئل آفاری با سر ضربه میزند. بسیار هم خوب اینجا با بازی که با سر کردن بازیگران دسته اوسیلو توپ به مرکزی میدان میآیند. توپ در اجرای بازیگران دسته اوسیلو هنوز هم هست. توسط کنار راست هجومی آنها ادامه میکند. فردوس چخالوف با توپ است. فردوس اینجا میگذارد از یک بازیگر دسته روشن پسیو به قفا. دیگر بار فردوس با اسلام زایر فوزی کرده است. اسلام به قفا. فشار ادامه دارد از جانب دسته اوسیلو. آنها کوشش کرده استند که در نیمه دوم بازی اکنون پورا برتری بازی به فایده آنها خواهد باشد. پس داده می شود شریپوف و اینجا توپ تا به رودولف پاتریک اومده نمیرسد. غیاسوف اینجا توپ را زده از داخل جریمه بیرون کرد و ضربه کنجی به فایده دسته اوسیلوت است. در قسم دومی بازی ما بیشتر متوجه شده هستیم که بازیگران دسته اوسیلوت ضربه کنجی کار میکنند. جوزف اکامادی پرتابی او به داخل جریمه بود. یوگنی گریتسینکو توپ را به بازی می‌دارد. اوت به فایده دسته اوسیلوت است. در بازی امروزه نشانال فاولی اندری مارکوویچ را در کنار دیده استودیم که در بازی گذشته این بازیگر نسبت به بازی امروزه در کنار فاولتر بود و میتوانست که به حملهگران کمک رساند همچون دفاعگر هجومکار. هجوم دسته اوسیلو توسط کنار راست میدان از پای هفتید بازیگر این دسته داور به چیزی اشاره نمی کند. در همین فرصت بینید که در مبارزه با علی جان کرامت الله زاده جوزف اکامادی از پای افتید. حالا از دستش اندکی و سه برداشته است همین بازیگر. در حساب خود دو پاسی گل آورد دارد جوزف اکامادی که در دو گل زیبای اسلام زایروف محسو و همین بازیگر ارسال گل بخش انجام داده بود. امین سوپانی و طور جدی بازی دست پروران نشد دیده ایستاده است. به نظر میرسد که در 15 دقیقه تنفس او همه چیز رو به شاگردان گفته است که در نشستگاه ها بازی آنها را تنها نظارت دارد. مخلصان دسته اوسیلوت خواستگاری گل هستند. باید متوجه میشیم به همین فرصت که چگونه استفاده کرده می شود. پورا بازیگران اوسیلوت در داخل جریمه گوی دسته روشن هستند. یوگنی گریتسینکو نیز موقع گرفته است. پرتاب به داخل جریمه گو و اینجا بسیار هم یک فرصتی خوب بود اما موفق نگردیدند مخصوصا برای فردوس چخالوف. اینجا امکانیت بود که او به توپ رسیدن نتوانست. در نیمه دوم بازی بسیار هم خوب بازی کرده است دسته اوسیلوت. بازم توپ در اختیار بازیگران دسته نوع فرخور است. داور اینجا کارت زرد نشان میدهد به بازیگر دسته روشن یا اوسیلوت.
از ساموئل آفوری فکر میکنم کارت زرد نشان داد یا اینجا با بیلی اوباما. بیلی اوباما اینجا کارت زرد گرفت. بیلی اوباما ارسن. این کارت زرد دوم در باخر امروزه بود که آن هم با بازیگران دسته حوصله نشان داده شد. قبل از این فردوس شخالوف در قسم اول کارت زرد گرفته بود. اینجا ببینید که چگونه با بختاوری خورشید قاعده بازی را ویران کرده است بیلی اوباما. از پای هفته سفاروف در مرکز میدان. عبدالرحمن نازیموف توپ رو به بازی می‌دارد. پرتابی او به خط حمله. صدای شکی دوباره اینجا بلند می‌شود. همچنین در حیاتی دسته اوسیلوت باز هم یکی از بازیگران دیگری خوبی که است در خط حمله این سوندای لونجی سونگ است که این بازیگر زمان نیم موسم در حیاتی کوکتاش بود و حالا می‌بینیم که باز او را پس از 1 یا 2 سالی که در باشگاه خارجی بازی میکرد او را اوسیلوت به هیئت خود این موسم جلب کرده است و در چند بازی پیش نیز در هیئت بود. حالا در حیات ذخیروی است. این بازیگر بسیار سرعت بلند دارد. آمده پسی به کناری راست میدان به سمتی که آنجا فردوس شخالوف است. شخالوف پرتابی او به داخلی جریمه‌گاه بسیار هم بلند. یوگنی گریتسنکو از دروازه توپ را به بازی می‌دارد. کمتر از 15 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی دسته‌های روشن و اوسیلوت باقی مانده است. اندری مارکوویچ توسط کناری راست هجوم دسته روشن را ادامه می‌دهد. پرتابی او به داخل جریمه‌گاه. اولین اشتباه تو می‌رسد اینجا دفاعگر دسته اوسیلوت بیلی اوباما. دلیر عزیزوف توپ را به بازی می‌دارد. دروازه‌بان دسته اوسیلوت. قاعده بازی ویران کرده شد از جانب بازیگر دسته روشن. ضربه جریمه‌ای به فایده اوسیلوت. بیاید به همین فرصت هم متوجه بشیم که امکانی خوب دارند بازیگران دسته ناحیه فرخار از همین موقع. باید متوجه بشیم به همین فرصتی که بازیگران دسته اوسیلوت دارند. پرتاب به داخلی جریمه‌گاه اولین اشتباه تو میرسد اینجا کرامت الله زاده. توپ هنوز هم در اختیار بازیگران دسته اوسیلوت است. شریپوف پسی به خفا. بیلی اوباما از سمت کناری راست میدان به ساموئل آفوری پاس میدهد.
چقالوف پس به خفا پرتوب به داخل جریمه‌گاه و توپ راست به دست یوگنی گریتسینکو میآید. اندری مارکوویچ پس به سفاروف شریدین بابویف کوششی بازیگران دسته روشن شریدین پس به قفا نازیموف پس به کنار چپ توپ در میدان نگاه داشته می شود. هجوم دسته روشن ادامه می یابد. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته روشن. پس به سمت عزیزبک ایتوف ضربه عزیزبک وای جو بلندتر. چگونه فرصت بود برای عزیزبک ایتوف. بلندتر ضربه میزند از همین موقع بازیگر دسته روشن. ببینید که شریدین بابویف پس به سمت مارکوویچ بود. مارکوویچ باشد توپ را به ایتوف پاس داد اما او نتوانست که به دروازه دلیر عزیزوف گل زند. بسیار یک بازی شدتناک را در قسم دومی بازی دسته نشان داده استودند. بیلی اوباما فشار بیشتر می شود از جانب دسته اوسیلوت. ساموئل فوری پس با یپیبو کاپاوا شریپوف فرصت هست برای بازیگران دسته اوسیلوت. ضربه زده می شود از جانب اوفاری اما بلندتر. اینجا اکومادی بود است. جوزف اکومادی ضربه زد که ضربه بلندتر بود. دروازه‌بان اوکراینی دسته روشن اکنون از دروازه توپ را به بازی می‌دارد. ضربه او به مرکزی میدان. اولین شده به توپ میرسند بازیگران خودی دسته روشن. شریدین بابویف توپ در اختیار بازیگران اوسیلوت. پس به خط حمله بیلی اوباما اینجا موفق نمی‌شود. یوسف بسیار خوب بازی کرد. پس به مارکوویچ. دقیقه آخری بازی شروع می‌شود. حساب 2-1 به فایده روشن است. اندری مارکوویچ بازیگری که با دعوت خودی دیمیتری چریشف در هیئت روشن باقی ماند. حالا می‌بینیم که از توپ را به بازی می‌دارد و در بازی امروز در نیمه دوم نسبتاً به قسم اول دیده فعال‌تر به نظر می‌رسد. کوشش نوبتی بازیگران دسته اوسیلوت. اندک سراسیمه میشد در همین فرصت. یپیبو کاپاوا کرامت الله زاده توپ را به بازی می‌دارد. اندری مارکوویچ از توپ را به بازی می‌دارد. تغییرات در هیئت دسته اوسیلوت انجام داده شد. بازیگر تحت رقم 3 وارد میدان شد. سعید امیرعلیف فریدون شریفی فروی باز کرد. اسلام زایروف مقابل عزیزبک ایتوف قاعده بازی را ویران کرد. ضربه جریمه‌ای به فایده دسته روشن. دلیر عزیزوف موقعیت میگیرد. باید متوجه بشویم
در نزد توپ است عبدالرحمن نازیموف. اویسا ورزشگاه کلوبارنا پر از مخلص شده ایستاده است. می‌بینید که باز هم تشریف مخلصان دیده می‌شود در ورزشگاه پرتاب به داخل جریمه‌گاه و اینجا فرصت بود برای بازیگر دسته روشن اودری یولا زپاتا، بازیگری که خود گل زد، اما این بعد ضربه زده او بلندتر از تیر دروازه میدان رو ترک می‌کند. بیلی اوباما توپ رو به بازی می‌دارد. کوشش نوبتی بازیگران دسته اوسیلوت ادامه دارد. فرصت هست، ضربه زده می شود اما درست‌تر نه. تغییرات نوبتی در هیئت دسته روشن انجام داده می شود. اسماعیل انتوی یکی از بازیگران دیگری که این موسم با هیئت دسته روشن همراه شد وارد میدان می شود و در میدان عوض می کند شادی مرادوف رو. شادی مرادوف نه چندان فعال بود در خط حمله در بخاری امروزه. پنج دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. حساب 2-1 به فایده روشن است. سفارف اندک اینجا خود رو بعد احساس میکند پس از اونه که با بیلی اوباما کوشش کرد. کارت زرد به امین سوپانی نشان داده می شود و اینجا ببینید که سرمربی دسته اوسیلوت بسیار هم عصبانی می شود، عصبی خود را اداره کرده نمیتواند. کارت زرد به متخصص ایرانی نشان داده می شود. آرام شدنی نیست امین سوپانی پس از همین حالتی که اینجا ببینید که نه چندان رسیدگی اوباما با امیرجان سفارف بوده است. در همین خاطر که داور صدای شکش رو بلند کرد که قاعده بازی بران شد. امین سوپانی نیز عصبی خود را داشته نتوانست که آنجا رسیدگی پای دست بربری او یا خود شاگردی او به سفارف نبود اما قاعده بازی بران کرده شد گفته از جانب داور اعلان شد. کوشش نوبتی بازیگران دسته اوسیلوت موفق نمی شود. در همین حالت رودولف پاتریک برخورد با مارکویچ بود. آیا اینجا قاعده بازی بران شده است یا نه؟ باید متوجه می شویم. هر دو بازیگر حالا خود را بعد احساس میکنند. امین سوپانی تو هنوز با داوران بحث کرده ایستاده است. در دور آینده تماشابینان عزیز دسته روشن انیقترش در دور ششم
روز 19 اپریل با دسته پنجشیر بازی میکند. با پنجشیری که در 5 دوره مسابقه یک مساوی و 4 باخت دارد و تا هنوز به دروازه رقیبان گل زده نمیتواند. دسته اوسیلوت باشد در همین دوره مسابقه با استراوشن بازی میکند که این بازی روز 19 اپریل در نظر است و این بازی آخری روشن و اوسیلوت در ماه اپریل است. بعدا در ماه می دسته بازی خود را برگزار میکنند که حالا من بازی این دسته را در ماه می نیز به شما خواهم گفت. در دور هفتم دسته روشن با کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی میکند روز 4 می. اوسیلوت باشد با اسخاتا در سفر روز 2 می بازی میکند. در دور هشتم اوسیلوت با خوجند روز 9 می. روشن باشد با برقچی روز 10 می بازی میکنند. در دور نهم باشد روشن با استقلال روز 17 می بازی میکنند که از بازی مرکزی همین دور این وخوری است. اوسیلوت باشد با ریگرتاده از روز 18 می بازی میکند و آخرین بازی دسته در ماه می در دور دهم روشن با وخش بازی میکند روز 24 می. اوسیلوت باشد با هولبوگ روز 23 می و همچنین روشن روز 31 می با هولبوگ بازی میکند. بعدا اوسیلوت باشد روز 2 میون با پنجشیر. اینا هستند بازی های آینده که روشن و اوسیلوت دارند. هر دو دسته البته رقیبان مشکل گذار در پیش دارند و ببینیم که آنجا باز چگونه نتیجه و به قید گرفته می شود. وقت اساسی بازی در حال انجام یابی است. متوجه میشیم که چند دقیقه زم کرده می شود. فرصت هست برای بازیگران دسته اوسیلوت. آنها در نیمه دوم بسیار فعالن. امکانیت هست. بیاید متوجه میشیم. ضربه و اینجا نه چندان ضربه دقیق و درست بود. اگر آنجا خود اسلام ظاهروف ضربه میزد چگونه میشد؟ آفاری اینجا توپ را گرفت مقابل سفرов. قاعده بازی ویران شده است. اشاره میکند داور. در دربی خوجند میان اسخاتا و خوجند حالا حساب مساوی 1-1 شده است. پنج دقیقه به وقت اساسی بازی اضافه کرده می شود. پیروزی در بازی امروزه روشن را در قطار سه‌گانه بهترین ها جای می‌دهد. دربی خوجند با حساب 1-2 به فایده خوجند شده است. یک بخوری دیگر باقی مانده است مشاهدین عزیز در دور پنجم که این بازی پگاه میان دسته سراوشن و ریگرتاده است در شهر سراوشن برگزار می شود. با همین بازی دور پنجم در لیگ اولی خاتمه می‌یابند. یوگنی گریتسیانکو توپ را داشته میگیرد. یک فرصت دیگری خوب برای دسته اوسیلوت از بین می رود. هجومی دسته روشن توسط کنار شب بسیار هم خوب با آنها توپ را صاحب شدند. قاعده بازی ویران نشده است. اینجا اشاره میکند داور از جانب سعید امیر علیف. دلیر عزیزوف ضربه به مرکز میدان. 2 دقیقه دیگر باقی مانده است و انجام وقت اساسی، وقت اعلام نموده داور به وقت اساسی.
از کنار چپ کوشش نوبتی بازیگران دسته اوسیلوت فرصت هست و اینجا چگونه ژوزف اکومادی توپ رو نگذاشت که یوگنی گریتسینکو بگیرد اما نتوانست که آن را به دروازه روشن بزند. چگونه فرصت بود برای بازیگران دسته اوسیلوت. اینجا داور کناری نیز به نظر می رسد که بیرقچه خودش را بالو برداشته است از شهری نو. بله اینجا داور کناری بیرقچه خود را برداشته بوده است. یک دقیقه دیگر باقی مانده است. این رو می‌بینیم که دفاعگران دسته روشن با یک دیگر میگویند که یک دقیقه دیگر باقی مانده است. هوشیار باشید که اوسیلوت نتواند از همین فرصت استفاده کند. بازی ادامه می‌یابد. ضربه یوگنی گریتسینکو با خط حمله. شیردین بابویف کوشش بازیگران دسته روشن ادامه دارد. توسط کناری راست موفق نمی‌شود بابویف. فرصت برای بازیگران دسته روشن و اینجا توپ را داشته میگیرد دلیر عزیزوف. و تمام تماشابینان عزیز، روشن با حساب 2-1 توانست که اوسیلوت را در دربی منطقه کلوب شکست بدهد. اوسیلوت دومین 9 سال اخیر نمیتواند که روشن را بار هم مغلوب کند و به همین ترتیب بازی دسته با حساب 2-1 به فایده دسته روشن خاتمه یافت. دسته شهری کلوب اکنون با 10 امتیاز در قطار سگانه بهترین ها موقع خیش را استوار میکند. گل را از سایت دسته روشن امروز به ثمر رسانیدن آلا اولو و ایانواله و عزیز بکایتوف. گل دیگر را باشد اودریو لازپاتا دفاعگر دسته روشن خود به دروازه تیمش زد و مؤلف خود گل شد. بازی دسته با حساب 2-1 به فایده روشن انجام یافت. در اینجا در کلوب آرنا گزارش مستقیم خیش را به انجام میرسانیم. صحتمند و پیروز و دوستدار فوتبال ببینید. خیر.